این اثر یا هنری زردوزی نادیر رسولوف یک هنرمند بخارایی است که در طول 2 سال و 4 ماه با 5 هنرمند ازبکستانی آفریدند. چادر زردوزی نادیر با اصول قدیمی زردوزی مردم شرق منعکس شده در فستیوال دهم بین المللی هنر و مد در دوشنبه به معرض تماشا گذاشته شد. اینجا با 9 خیل زده رنگ و شکل فهمیدیم، 11 خیل زردوزی تکنولوژی شکل فهمیدیم. چون سیما گل دوزی، زمین دوزی، شکلک دوزی، تگالگیری، کوبلگیری، سیم دوزی، دیلخانمانی، این مولینا کافامدن، این قبوشه میسولاتونو بان قبا وقتی قدیم ما با نقره‌یو میسبان تیلوبان قبا کده کافامدگی، سنگوی قدیمی مونده کافامدگی، زبدودگی. چادر زردوزی منعکس نادیر از جمله هنرهای دستی مردمی آسیای مرکزی و افغانستان در نمایشگاه جشنواره دهم دیار حسن در دوشنبه است. این جشنواره 25 نوامبر در پایتخت تاجیکستان شروع به کار کرد. در جشنواره نزدیک 100 هنرمند معروف منطقه شرکت دارند. هدف اصلی آن احیای هنرهای مردمی، به هم آوردن روابط فرهنگی کشورهای منطقه و کمک به هنرمندان عنوان می شود. امسال از ازبکستان از مرغیلان آمدن، از تاشکند آمدن، از بخارای شریف آمدن، از بایسون آمدن. این دفعه از بایسون هم باری اول آمدن و من گمان میکنم که از بایسون با نیت آمدن که باری دیگر زنده کنیم متاع جندرا، بافتنی متاع جندرا که خیلی معلوم و معروف بود و امیران و شاهانی خراسان و عرب آن را همچون پرچه خراسان میپسندیدند. نمونه هنری جنده‌بافی و رنگریزی که در گذشته خیلی معروف بود از نادرترین هنرهای مردمی است که در نمایشگاه انجمن دیار حسن به معرض گذاشته شده بود. پیشن که ما عصر دیده چیزامایه ما اون حاضر بافته ما کارشه وای کرسیم بافونسیم یا دخترامو با دیگه با ما حاضر تاجیکستان آمدم که من خواهشم همین فقط تاجیکستان نه یا دختراشون دیگرشون هم کار به کار کنده هم هنرامو یا تیم و وایم هم خیلی هنر وای کنن. ازبکستان تاجیکستان آمده رفت کنیم. پسلق پیاز، پسلق چماق، با ریشه رویان رنگ میگیریم. فقط 2 تا رنگ ما با پیچی وای این رنگ سرخ و کبود. این چیزا ما هندستان زکس میتیم اونجا میفرستونن با همین طبیعی رنگ ها کار میکنیم. یک هدف دیگری جشنواره دیار حسن پیدا کردن خریداران مال و متاع هنرهای مردمی آسیای مرکزی و افغانستان نامبر می شود. در افغانستان زیادتر کشورهای اروپایی و امریکایی است که کمپا هست که نمیبرند. ما در کمپا نمایش داریم میفروشیم زیادتر و خود افغانان علاقه دارن میخرن. منتها کار فعلا یک ذره کم است در افغانستان. تو بازار خوب نیست. در حکومت دکتر نجیب ما 300 نفر کارگر داشتم که مال تولید میکردیم در مسکو روان میکردیم. جشنواره دهم بین المللی هنر و مد دیار حسن در دوشنبه 3 روز ادامه خواهد کرد و در زمینه برای تقویت همکاری های هنرمندان منطقه برنامه ریزی خواهد شد.